جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمتتون هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، همونطور که میدونین در مشرف رسیدن ماه ذوالحجه هستیم و جا دارد که سوالایی که بپرسیم ابتدا در مورد مسائل و اموری که به این ماه برمیگردد از جناب مولانا این سوالا رو بپرسیم. و جناب مولانا به عنوان اولین سوال میپرسم که برای استقبال از این 10 روز اول ماه ذوالحجه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. این واقعا فضل الله متعال هست و نشانه رحمت و رأفت الهی هست که فرصت‌های استثنایی رو و مواسمی رو برای عبادت و برای برتر بودن اعمال ما و ثواب بیشتری عنایت کردن به اعمال و عبادت‌های ما رو در اختیار ما مسلمانان در واقع قرار داده. فرصت‌های طلایی هستند، مانند ماه مبارک رمضان هست یا در ایام هفته روز جمعه هست، روز عاشورا هست و بقیه ایامی که در فقه اسلامی از رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلتی برای این ایام ثابت شده. من جمله این ایام استثنایی و فرصت‌های طلایی که الله متعال در اختیار ما مسلمانان قرار داده تا اینکه اعمال ما ثواب بیشتری رو داشته باشه، با کمترین عمل بیشترین ثواب و اجر رو ما کسب کنیم. این 10 روز اول ذوالحجه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین سلف صالح ما صحابه و بعد از آن تابعین و تبع تابعین به این ایام اهمیت خاصی رو قائل بودند و سلف صالح به صورت کلی 3 دهه رو اهمیت میدادند، بهش ارزش قائل بودند. یعنی در این 3 دهه بیشتر مراقب اعمال خودشون بودند، اعمال خیرشون و نیکی هایشون بیشتر بود، بیشتر مواظب بودند که مبادا گناهی از آنها سر بزنند. و این 3 دهه اولیش دهه اخیر ماه مبارک رمضان هست و دومش دهه اول ماه ذوالحجه هست و الفجر و لیال عشر که ناظر بر این 10 روز هست و همچنین ماه محرم رو به صورت کلی و 10 روز اولش رو بسیاری از سلف صالح و نیاکان ما بهش اهمیت خاصی رو در واقع قائل بودند. به صورت عمومی تمام فرصت‌های طلایی رو که ما داریم، یعنی ایام مبارکی رو که الله متعال در اختیار ما قرار داده و یک فضیلت خاصی رو برای اونها بیان کرده در قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، انسان باید این فرصت‌ها رو غنیمت بشمارد و عزمش رو جذب کند که این ایام رو
به بهترین نحو سپری بکند، بهترین عبادت رو در این ایام انجام بدهد، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در دهه اخیر ماه مبارک رمضان کمر همت رو بیشتر از گذشته میبستند و خانواده خودشون رو بیدار میکردند. از این عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت می شود که ایام مبارک و با فضیلتی رو که هستند انسان باید بیشتر از گذشته در این ایام در واقع زحمت بکشد، عبادت بیشتری رو انجام بدهد، بیشتر از نفس خودش محاسبه بکند و مراقبه داشته باشد و مراقب اعمال و رفتار خودش باشد. نقطه دوم این که این ایامی هست که ما بهتر بتونیم خودمان را پاک بکنیم از بار گناهی که بر دوش ما گذاشته شده بر سبب اعمالی که ما انجام دادیم. در این ایام ما توبه صادقانه‌ای رو انجام بدیم، توبه نصوح و خالصی رو انجام بدهیم. گرچه توبه کردن در هر روز در واقع یک امر دینی و شرعی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک جلسه هم که می نشستن 70 بار یا 100 بار از زبان ایشان شنیده می شد که طلب استغفار و توبه می کردن. در هر زمان انسان باید توبه بکند، بعد از هر گناهی انسان باید بلافاصله توبه بکند. اما در این ایام یا در وقتی که ما در شرف و در استقبال این ایام هستیم توبه لازمتر هست که در این ایام ما یه مقدار بارمون سبکتر باشه، معنویاتمون بیشتر باشه تا اینکه با دلی پاکتر انشاءالله بتونیم الله متعال را عبادت بکنیم. و نقطه آخری که مهم هست در این زمینه دوری از گناه هست. انسان تا زمانی که گناه را بی‌محابا انجام می‌دهد، احساس گناه نمی‌کند، این در واقع عدم توفیقی هست از جانب الله متعال. آنهایی که مواظب و مراقب اعمال خودشون هستند و اگر ناخواسته یا خواسته و عمدن گناهی از آنها سر زد بلافاصله توبه می‌کنند، اینها افرادی هستند که توفیق الله شامل حالشون شده. پس بنابراین انسان باید سعی بکند که در این ایام بیشتر مراقب باشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه اتق المحارم تکن اعبد الناس. یکی از گزینه‌های عابد بودن و عبادت گزار خوبی بودن این است که انسان از جنبه محرمات هم در واقع اینو اهمیت بده و دوری بکنه. یکی جنبه هست انجام واجبات و دیگری ترک منهیات و محرمات. به همان گونه که ما به انجام عبادات اهمیت میدهیم، در جانب دیگرش هم باید به ترک منهیات و به ترک گناه هم باید اهمیت خاصی رو باید داشته باشیم، به این اهمیت بدیم و امیدوار هستم که الله متعال از فضل و برکت این 10 روز و این دهه فجر و مبارک انشاءالله تمامی مسلمانان را بهره مند بگردن. انشاءالله. آمین. جزاکم الله خیر. اشاره داشتین به بعضی از امور مانند فضیلتی که ذکر شده در مورد این 10 روز اول ذوالحجه. اگه میشه به صورت خاص این فضیلت رو بیان کنید که 10 روز اول ذوالحجه چه فضیلتایی داره؟ از نظر عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه واقعا در این ایام بیشتر روزه می گرفتند و اعمال بیشتری رو انجام می دادند و خود این که رسول الله صلی الله علیه و سلم عملاً به یک موردی اهمیت بیشتری رو بدن، به برخی از ایام اهمیت بیشتری رو بدهند، این نشانه فضیلت و برتری این اعمال نزد الله متعال و این ایام در نزد الله متعال هست. اما در مورد فضیلت این 10 روز به صورت در واقع استثنایی، همین بس که الله متعال به این 10 روز قسم و سوگند یاد کردند و الفجر و لیال عشر، سوگند به فجر و 10 روز اول که این 10 روز در واقع ذوالحجه هستند و اکثر مفسرین، جمهور مفسرین و نظرشون بر این است که مراد از لیال عشر همین 10 روز اول ماه ذوالحجه هستند و در این ایام عمل کردن و یعنی انجام عبادات و طاعاتی که انسان میتواند انجام بدهد یک فضیلت خاصی رو دارند نزد الله متعال. در این ایام عمل کردن و اطاعت کردن و طاعت و بندگی محبوب تر هست، فضیلت بیشتری رو دارد و الله متعال ثواب بیشتری رو در این ایام به خاطر اعمالی که مسلمانان انجام میدن ثواب بیشتری رو به اونها عنایت میکنند. در این زمینه روایت متعددی اومده، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و از حضرت عبدالله ابن
عباس رضی الله تعالی عنه که حدیثشون بسیار مشهور است، در صحیح بخاری هست که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی الله من هذه الایام، که در هیچ روزی در سال نیست که عمل خیر نزد الله متعال ارزش و ثواب این 10 روز رو داشته باشه یا نزد الله متعال محبوب تر باشه. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردن ولا الجهاد فی سبیل الله، حتی جهاد در فی سبیل الله که باشد ثوابش کمتر از عمل در این ایام هست، یعنی جهاد در راه الله متعال در روزهای دیگر آیا با اعمال در این روز مقایسه نمی شود، برابر نیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ولا الجهاد فی سبیل الله، حتی جهاد در راه الله متعال هم بگونه‌ای هست که ثوابش کمتر از اعمالی هست که انسان در این روزها انجام می‌دهد. یک استثنایی رو قائل شدند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الا رجل خرج بنفسه و ماله ولم یرجع بذلك من شیء، مگر انسانی که با جان و مالش در راه الله متعال خارج شده باشه، یعنی جهادی باشه که جهاد با نفس باشد و جهاد با مال باشد، انسانی رفته باشد برای جهاد، هم خودش رفته برای جهاد و هم مالش رو برداشته در راه الله متعال و در راه جهاد و به هیچی دوباره باز نگردد، یعنی هم خودش به شهادت برسد و هم مالش در راه الله متعال خرج بشود، این ارزش بالاتر و بالاتری دارد. اما به صورت عمومی در این 10 روز ثواب عمل صالح از بقیه اعمال در واقع روزهای سال بالاتر است. به صورت کلی این 10 روز قابل مقایسه هست با 10 روز و دهه آخر ماه مبارک رمضان. 10 شب آخر ماه مبارک رمضان برترین شبهای سال هستند، برترین شبهای سال هستند و این 10 روز برترین روزهای سال هستند. دهه اخیر ماه مبارک رمضان شبهایش برترین شبهای سال هستند و دهه اول ذوالحجه روزهایش برترین روزهای سال هستند و در دهه اخیر ماه مبارک رمضان شب قدر برترین هست و در دهه اول ماه ذوالحجه روز عرفه برترین روز سال هست. جزاکم الله خیر. جناب استاد، برای رسیدن به این فضیلت چه اعمال و چه کارهای سنت است که مستحب است که در این روزها انجام بدهیم؟ به صورت کلی در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام اعمال ذکر شدند، یعنی محدودیتی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم قائل نشدند و مطلقاً این بیان رو فرمودند که ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی الله من هذه العشر، که عمل صالح به صورت کلی وقتی که فرمودن عمل صالح یعنی تمام اعمال عبادی و نیکی هایی که انسان انجام میدهد در هر بعدی که باشد اینها رو در واقع شامل می شود. انسان باید سعی بکند که در این ایام هر گونه عمل صالحی را و هر گونه تقربی رو که میتواند باید انجام بدهد و تمام اعمالی که ما امید ثواب داریم مانند تلاوت قرآن هست، آموزش قرآن به دیگران هست، توبه و استغفار هست، صله رحم با خویشاوندان هست و همچنین با نیکی به پدر و مادر هست، سلام دادن هست، غذا دادن و صدقه دادن برای فقرا هست، انفاق فی سبیل الله و حتی اون گونه که در روایت اومده این که انسان از سر راهی خس و خاشاکی رو بردارد که جز شعب ایمان هست، این هم جز اعمال صالح هست. حفظ زبان، اذکار و اورادی که انسان میخواند و خرج و نفقه بر زن و فرزند، کفالت ایتام و تمامی مواردی، یعنی هر عملی رو که خداپسندانه هست و الله متعال میپسندد و جز عبادات محسوب میشود، انسان باید سعی بکند که در این ایام بیشتر از گذشته انجام بدهد. اما از میان تمام عباداتی که در شریعت اسلامی مقرر شدند و به عنوان تقرب و عبادت مشخص شدند، بهترینشون در این ایام حج و عمره هست که مناسبتش هم در همین ایام هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند العمره الی العمره کفاره لما بینهما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، که هر
هر عمره تا عمره دیگر کفاره گناهانی می شود که در این میان انسان انجام داده و حج مبرور ثوابی غیر از بهشت ندارد. حج مبرور یعنی حجی که مطابق با سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بگیرد. این ایام خودش ماهای حج هستند و این اول ذوالحجه از روز 8 به بعد که خودش روزه های حج در واقع شروع می شوند، بهترین عبادتی که انسان می تواند انجام بدهد برای کسانی که الله تعالی اونها را موفق کرده حج و عمره در این روزه ها هست. و بحث دیگری که در این زمینه بسیار مهم هست بحث روزه هست که جز عبادت های برتر هست در شریعت اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که حدیث قدسی هست که الله تعالی می‌فرماید که تمامی اعمال انسان و بنی آدم مال خودش هست الا الصوم فانه لی و انا اجزی به استثنای روزه که مال من هست، برای من هست و من پاداشش رو میدهم. و خود این که الله تعالی این اختصاص داده که من خودم پاداشش رو میدهم یک نوع فضیلت و نشانه برتری در واقع روزه هست. و خصوصا که در این زمینه خود روز عرفه رو هم ما داریم. روز عرفه یکی از روزه های هست که سنت هست روزه گرفتنش، به اضافه 9 روز اول که به صورت کلی عمومی مسنون هست اعمال صالح و روزه گرفتن، اما روز نهم و روز عرفه یک فضیلت خاصی رو دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي فيه و السنه التي قبله، که من امیدوار هستم که این روز ذوالحجه که امیدوار هستم که هم این سال رو در واقع کفاره گناهان بشه، هم سال بعد رو. هم لفظ حدیث متفق علیه هست صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله و السنه التي بعده، که هم این سال رو، این سال گذشته رو که ماه ذوالحجه آخرین ماهش در واقع هست، و هم سال آینده رو. یعنی یک روزه گرفتن کفاره 2 سال گناهان، یعنی امید هست که این در واقع باشه. پس بنابراین روزه گرفتن به صورت کلی در بقیه تمام این 9 روز که روز عید رو روزه گرفتنش جایز نیست، و خصوصا روز نهم رو که فضیلت خاصی رو دارند. و در کنار این نماز هست بهترین و برترین عبادت نماز هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو به صورت کامل و بهترین روش انجام دادند و ما به اقتدای به رسول الله صلی الله علیه و سلم باید این عبادت رو به بهترین نحو انجام بدهیم. و حدیث قدسی هم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که بهترین و محبوب ترین چیزی که بنده من به من تقرب می‌جوید چیزی نیست به جز از فرایضی که الله متعال در واقع فرض گردانیده. این فرایض امثال نماز هست، فرض نماز هست، فرض روزه هست و بقیه فرایضی رو که الله متعال در واقع بر ما فرض گردانده. و یکی از عبادت‌های بسیار ساده و سهلی که هر کسی می‌تواند در این ایام انجام بدهد و در واقع یکی از سنت‌های متروکه‌ای هست که در واقع مردم ترکش کردند و زیاد به یادشون نمیآید، بحث تکبیر هست در این ایام دهگانه. این از اول ماه ذوالحجه تکبیر مطلق شروع می شود، یعنی مقید به بعد از نماز نیست، یعنی به صورت عمومی هر وقتی انسان باید تکبیر بگوید. حتی از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و ابو هریره نقل شده که در کل این 10 روز از اول ماه به اصطلاح ذوالحجه که این دو بزرگوار میرفتن در داخل مدینه و کوچه و خیابان‌ها با صدای بلند تکبیر میگفتند و هدفشون این بود که مردم در واقع اطلاع پیدا بکنند و بیادشون بیاد، یک یاد دهانی باشه برای مردم که آنها هم الله متعال را در واقع ذکر بکنند، تکبیر بگویند. و روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه را امام احمد رحمت الله علیه اینو هم نقل کردن، در مسند خودشون آوردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هیچ روزی نزد الله متعال مانند این ایام دهگانه عظیم نیستند، برتری و فضیلت ندارند و همچنین عمل صالح در این روزها بسیار ارزش زیادی رو دارند. و در ادامه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فاکثروا فیهن من التهلیل و التکبیر و التحمید، در این روزها بسیار تکبیر بگویید، بسیار لا اله الا الله بگویید و بسیار سبحان الله بگویید. این اذکار رو به صورت کلی ذکر کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم و خصوصا
بحث تکبیر که از اولین روز ذوالحجه یعنی به محض غروب آخرین روز ماه ذی‌قعده در واقع آغاز می شود و تا آخرین روز ایام تشریق. درست. جزاکم الله خیر. جناب مولانا، سوالی که شاید پیش میاد این که اسم این عید معروف است به عید اضحی یا همون عید قربان. سوال اینجاست که این اضحی یا همین قربان یعنی چی و حکم این چیه؟ اضحیه یا ترجمهش به فارسی که قربانی میگیم هست، این به حیوانی گفته می شود که در این ایام مشخص، یعنی در این 3-4 روز، یکی روز خود عید هست و 3 روز بعدش که مجموعاً می شوند 4 روز، حیوان مشخصی که به نیت تقرب به الله متعال در این 4 روز ذبح شود، این رو اسمش از نظر شرعی قربانی یا همون اضحیه هست. و این حیوانی رو که تعیین شده در شریعت اسلامی از انعام باید باشد، چهارپایان اهلی باید باشد که منظور گوسفند هست و گاو و شتر و برترینشون به فضیلتشون بالاتر اول شتر هست، بعدش هم گاو هست و بعدش هم گوسفند هست، بنابر روایتی که در مورد حدیث معروفی که هست که هر کسی که در روز جمعه در اولین مرحله برد که انما قرب بدنتن، اولین مرحلهش اینه گویا که شتوری رو قربانی کرده، مرحله دوم گویا که گاوی رو قربانی کرده، مرحله سوم گویا که گوسفندی رو قربانی کرده. پس بنابراین این قربانی فقط از انعام هست، چهارپایان اهلی و 3 مورد هستند، گاو و گوسفند و شتر هستند و این یک در واقع حکم و دستور شرعی هست که الله متعال رو صادر کرده. فصل لربک وانحر هم ناظر بر این قربانی هست که در این ایام یعنی در روز نحر و روز عید قربان و 3 روز بعد از آن در واقع انجام میگیرد. درست. جزاکم الله خیر. این قربانی چه فضیلت هایی داره و کلا چه شروطی باید وجود داشته باشه برای این قربانی؟ به صورت کلی این قربانی یکی از شعائر اسلامی هست و از نظر حکم شرعی هم جز واجبات شرعی هست که بسیار از علما معتقد بر وجوبش هستند، گرچه قول راجح در این زمینه این است که سنت مؤکده هست و دلایل یعنی در یک سطح و یک حدی هستند، یعنی دلایلی که دلالت بر سنت بودن و مؤکد بودنش دارد و دلایلی که دال بر وجوب قربانی هستند و بهترین است که انسان همون جنبه وجوبش رو یعنی اعمال بکند و تا جایی که میتواند حتما باید این قربانی رو انجام بدهد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید بسیار زیادی کردند در مورد قربانی و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبل از آن و بعد از آن مردم در واقع قربانی می‌کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم همه ساله قربانی می‌کردند، هم در واقع گوسفند احیانا قربانی می‌کردند یا برخی از مواقع شتر قربانی می‌کردند. و از نظر حکم فقهیش که به اصطلاح قربانی اگر گوسفند باشد برای 1 نفر و خانواده‌اش کافی هست، برای 1 نفر همراه با خانواده‌اش، نه به صورت اختصاصی برای 1 نفر باشه، یعنی اینکه لازم نیست که برای هر فردی از افراد خانواده‌ای که قربانی جداگانه باشه. یک قربانی برای هر خانواده جداگانه هم زنده و مردهشون در واقع کفایت می‌کند، زیرا که حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه میگوید که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک قربانی رو گوسفندی رو قربانی می‌کردند از خودشون و از اهل بیتشون، یعنی هم قربانی خودشون بود و قربانی اهل بیتشون بود. هر چند نفری در این خونه هستند میتوانند که با اون شریک بشوند و همچنین مردگانشون رو میتوانند که با این قربانی شریک بکنند. در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا نقل شده که ایشون قربانی رو کردند، گوسفندی رو قربانی کردند و فرمود اللهم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، پروردگار رو از این قربانی رو از محمد و آل محمد و از امت محمد قبول بفرما. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم برای خودشون، هم برای خانوادهشون و هم برای اهل بیتی که در گذشته بودند، اونا هم در واقع شامل اهل بیت هستند و هم برای امتشون به صورت کلی این قربانی رو انجام دادند.
و آن چیزی که در مورد فضیلت قربانی هست این هست که یک عمل واجب و شرعی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار تاکید کردن در این زمینه، حتی فرمودند که هر کسی که قربانی رو انجام نداده نباید که به مصلی ما نزدیک بشود. تا این اندازه اهمیت داده رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمودند که هر کسی که قربانی رو انجام نداده و توانایی قربانی رو دارد و قربانی نکرده حتی به عیدگاه و مصلی ما هم در واقع نیاید. و آن چیزی که در این زمینه به انسان مسلمان در واقع میرسد و نزد الله متعال اهمیت دارد، اون تقوایی هست که انسان بر اساس اون تقوا، بر اساس اون ایمان این قربانی رو انجام داده. وگرنه گوشت این قربانی رو خود ما دوباره میخونیم، این از نظر شرعی جایز هست که کل گوشتش رو خود این خانواده مصرف بکنن. گوشتش مال خود شما هست، همه پوستش مال خود شما هست. آن چیزی رو که به الله متعال میرسد همون تقوا و نیت تقربی هست که در واقع نزد الله متعال ارزش داره. شروطی باید این حیوان قربانی داشته باشه؟ به صورت کلی این حیوان باید یک حیوان سالمی باشه، یعنی ارزش به اصطلاح مادی و غذایی بیشتری رو داشته باشه. از نظر شرعی هم این مطلوب تر هست. اما یک سری شرایطی هستند که حتما باید برای قربانی معیار هست که کمتر از اون رو از نظر شرعی قبول نیست. اول این که باید به یک سن مشخصی برسد، به یک سن مشخصی باید برسد که سنی باشد، یعنی به معنی که دندان جلوش در اومده باشد، که در گوسفند معمولا 1 ساله باشه، گوسفند حتما باید 1 ساله باشه و گاو 2 ساله و شتر حتما 5 ساله باشه. یعنی بز 1 سالش کفایت میکنند و بره و میش که به اصطلاح گوسفند یا گوسفند سفید که هست، اگر انسان یک بز یا گوسفند سیاهی رو نتونست پیدا بکنه، در روایت اومده که همون 6 ماهه از گوسفند سفید اونم کفایت میکند. 6 ماه به بالا که حتما اون نصف سال به بالا داشته باشد. پس بنابراین شرط اولش این است که یک سن مشخصی رو داشته باشه. گوسفند از 1 سال کمتر نباشه و گاو از 2 سال کمتر نباشه و شتر از 5 سال کمتر نباشند و حتما باید مسنه باشند. و شرط دومش این است که از عیوبی که مانع هستند و عیوبی که عیوب جدی هستند در واقع سالم باشه. گوسفند سالمی باشه، عیبی نداشته باشه. عیبایی که در شریعت اسلامی مشخص شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اونها انگوز گذاشته این است که گوسفند نباید کور باشه، یعنی کوری که مشخص باشه که فلان گوسفند یا چارپا در واقع کور هست و مثلا کاه و علف رو نمیبیند. قربانی چنین حیوانی از نظر شرعی جایز نیست. و همچنین گوسفندی که بیمار باشد به گونه‌ای که بیماریش بسیار واضح و آشکار باشه که در گوشتش هم در واقع تاثیر داشته باشه. و همچنین گوسفندی که لنگ باشه که لنگیش بسیار مشخص و واضح باشه که نمیتواند به طور مثال روی چارپا راه برود. و همچنین گوسفندی که لاغر باشد، گوسفندی که لاغر باشد به اندازه‌ای که بر گوشتش تأثیری داشته باشه یا اینکه به قول معروف استخوانش مغز نداشته باشد. این 4 مورد رو رسول الله صلی الله علیه و سلم مشخص کردند که این 4 مورد جز مواردی هستند که قربانی کردن چنین حیوانات از نظر شرعی جایز نیست. حالا اگر اشکال دیگری داشت، عیب دیگری رو داشت، مثلا گوشش بریده بود، شاخش شکسته بود، اولاتر این است که انسان اینها رو قربانی نکند. جایز هست این حیوانی که گوشش بریده یا شاخش شکسته قربانی کردنش جایز هست همراه با کراهت. انسان باید سعی بکنه تا جایی که ممکن هست این یک گوسفند سالمی باشه. و در مورد قربانی های رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در مورد وصفی که اومده گوسفند سفیدی که در واقع در یک روایت جالبی اومده که یطأ فی سواد و ینظر فی سواد، یعنی بر سیاهی راه میرفت و بر سیاهی میدید، یعنی اینکه دور چشمش سیاه بود و پاهایش در واقع سیاه بودند، یعنی نشانه به زیبایی این حیوان هست. این انسان باید سعی بکند که زیباترین و بهترین و سالمترین حیوان رو برای این منظور استفاده بکند و انتخاب بکند.
و حکم دیگری که برای قربانی هست این است که یعنی فروختنش حرام هست. وقتی یک گوسفندی رو شما انتخاب کردی که این گوسفند به عنوان قربانی من هست، فروختنش و هدیه دادنش به دیگران از نظر شرعی جایز نیست، مگر در صورتی که شما بخواید که جایگزینش بکنید. یک فردی رفته قربانی رو خریده، بعد از آن یک قربانی بهتری رو و بزرگتری رو فربهتری رو دیده، میتواند که این دوتا رو با هم دیگر عوض بکند، یعنی اون رو که قبلا خریده اون رو قربانی نکند، اون گوسفند جدید رو قربانی بکند. و شرط آخری و مهمتر این است که باید در وقت مشخص قربانی بشود و وقت قربانی بعد از نماز عید هست، نه بعد از طلوع آفتاب در روز دهم، بعد از نماز عید هست که بعد از اینکه نماز عید رو خوندن، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که بعد از عید قربانی کرده قربانیش قبول هست و سنت مسلمانان رو در واقع عملی کرده. کسانی که قبل از عید قربانی کردن، قبل از نماز عید، فرمودند فلیعد، یعنی دوباره قربانی بکنند، یعنی این قربانیشون از نظر شرعی درست نیست. و وقت قربانی از روز عید بعد از نماز عید هست، بعد از نماز عید، منتها در جایی که به صورت کلی نماز عید خوانده نمی شود، وقتش همون وقت نماز اشراق هست، یعنی بعد از طلوع آفتاب وقت نماز عید که هست. از روز عید شروع می شود، بعد از نماز نماز عید رو که خواندن و وقت قربانی شروع می شود، روز اولش هست و 3 روز بعد از آن، یعنی هم روز دهم، روز 11، روز 12 و روز 13 تا غروب آفتاب، یعنی نهایتش باید تا غروب روز 13 باید قربانی رو ذبح بکنن و بعد از آن دیگه به عنوان قربانی جایز نیست، حتی باید در این روزها این قربانی انجام بگیرد. سوالی که باز در مورد قربانی، از گوشت قربانی آیا کلا باید صدقه داده میشه یا استفاده شخصی میشه؟ در مورد گوشت قربانی یکی از سنت‌های متروکه‌ای که در واقع هست که در این زمان معمولا یعنی انسان به اون عمل نمی کند، این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم روششون این بوده که در روز عید صبحانه نمی خوردند، روز عید قربان صبحانه نمی خوردند و معمولا این چیزی رو شاید یعنی قبلا روزهای دیگر هم چیزی رو نخوردن، یعنی چیزی که امروزه به عنوان صبحانه برای ما مطرح است در اون زمان مطرح نبوده، وعده به عنوان یک وعده غذایی نبوده و قبل از به اصطلاح نماز عید چیزی رو نخورند، برن نماز عید رو بخونن و وقتی که بازگشتن قربانی رو ذبح کردن از خود گوشت قربانی در واقع استفاده بکنند. این اولین چیزی رو که میخورن در روز عید همون گوشت قربانی باشه که خودشون قربانی کردن. این جزء سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس بنابراین معلوم می شود که خود گوشت قربانی رو کسی قربانی کرده میتواند از آن استفاده بکنند، مانند نظر نیست که نباید بخورد، حتما خود حاجی سنت هست و مسنون هست، یعنی کسی که قربانی میکند از گوشت قربانیش باید در واقع استفاده بکند. و در روایت هم آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لیأکل کل رجل من اضحیته، هر کسی از قربانی خودش بخورد. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی رو به 3 قسمت در واقع تقسیم میکردند. یک قسمتی رو هم خودشون میخوردن و در روایت هم این وارد شده، یک قسمتی رو خودشون بخورند، یک قسمتی رو به همسایه هایشون در واقع میتونن به دوستان و آشنایان و همسایگانشون هدیه بدن و یک قسمتی رو اختصاص بدن برای فقرایی که ندارن، ولو اینکه همسایه نباشن، ولو اینکه جز خویش و قوم نباشن، اینو هدیه بدن به افرادی که در واقع نیازمند هستن. این برترین و در واقع بهترین صورتش هست، یعنی بهترین صورتش این است که خود انسان هم استفاده بکند از گوشت قربانی، به دوستان و آشنایان هم بدهد و به فقرا هم بدهد. اما اگر یک فردی اومد و اینو فقط در یک مورد استفاده کرد، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. در یک مورد استفاده کردنش یعنی چی؟ یعنی کل قربانی رو داد به فقرا، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. کل قربانی رو فرض کنیم داد به همسایه‌هاش، هیچ گونه اشکالی نداره. اگر کل قربانی رو خودش هم تنها خورد، باز هم از نظر شرعی اشکالی نداره، چون گونه که قبلا هم عرض کردم، زیرا که خود این گوشت در واقع یک تقرب نیست. تقرب اون عملی هست که شما در واقع انجام میدهید و قربانی میکنید. گوشت
گوشتش از آن خود شما هست، اختیارش با خود شما هست. منتها فروختن گوشت و متعلقات گوسفند به صورت کلی مانند پوستش، این فروختنش از نظر شرعی جایز نیست، نباید اون رو بفروشن. حتی به عنوان دستمزد به قصاب هم نباید بدهند. اگر اینجوری دادن به عنوان هدیه به قصاب اشکالی نداره، اما اگر قصاب نیازی به دستمزد داره، بدون دستمزد مثلا گوسفند رو ذبح نمی‌کنند، حتما باید یک دستمزد خارجی به اون بدهند، از گوشت و پوستش به عنوان دستمزد ندهند. اما اگر به عنوان هدیه دادند باز هم از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز است. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه می‌بینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ملبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ضيوفك بالحمى نزلوا بخير الأشهر الحرم، وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي، إلى برد المتى بضمي. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. هنا مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. هنا ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. طريق رضاك متجه ونور هداك معتصمي، فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. يكسو الجمال ربوع قلبي، يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. نور الهداية زار صدري، هو مبتدأ أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري، وعلى خطاطها مشيت. يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي،
سمن يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. كم عشت والتفريط عادة، ما ذقت في الدنيا سعادة، حتى اهتديت إلى العبادة. يا راحتي لما اهتديت، سبحان من عدت إليه، بسطت لنا كلتا يديه، ألقيت أوزاري عليه. يا ربي فاغفر ما عصيت. بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي، يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي، يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. بسؤالي جئت لكي أدري، لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور، وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى، بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف، بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. در ابتدا از کارگردان عزیز آقا احمد تقاضا میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن لطف کنید که از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین و همچنین سوالاتتون رو به صورت مختصر و آماده داشته باشین تا وقت تماس به برنامه زیاد گرفته نشه. جناب مولانا بیننده گفتن که آیا یک زن میتواند بدون محرم با جماعت کاروان‌های حج به سفر حج رود؟ اصل بر این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ زنی اجازه ندارد که به مسافرتی برود مگر این که محرمی با آن باشد. یعنی سفر زن بدون محرم از نظر شرعی جایز نیست و سفر به اون در واقع طی مسافتی گفته می شود که به اندازه قصر نماز باشد، یعنی بالغ بر 85 کیلومتر و این حدود باشد. این به عنوان سفر در عرف هم شمرده بشود. در چنین مورد حتما باید با زن محرمی همراه باشد، زیرا که خصوصا در این زمان زن بیشتر از زمانهای گذشته نیاز به محرم دارد
و این نظر جمهور فقها بر این است که حتی ولو این که اگر سفر حج باشد، زن نمیتواند که بدون محرم به حج برود. حتی یکی از شرایط وجوب حج بر زن این است که حتی محرمی داشته باشد. اگر یک زنی از نظر مالی توانایی داشته باشد و بقیه شرایط فراهم باشد اما محرم نداشته باشد، از نظر شرعی حج کردن بر چنین فردی و بر چنین زنی هم واجب نیست. منتها در فقه امام شافعی رحمت الله علیه در صورتی که همراهان قابل اطمینانی دارند و یک جماعت زنانه هستند، یعنی گروهی از زنان هستند که این زن در مجموع این زنها یعنی میرود به حج و زنهای دیگر بالفرض این که اگر بیمار بشود نیازی داشته باشد میتوانند که بهش رسیدگی بکنند، امام شافعی رحمت الله علیه این مورد رو جایز قرار داده. اما این که با افراد نامحرم به حج برود تفاوتی ندارد که از مکه از مدینه باشد یا از شهرهای سعودی باشد یا از یک کشور دیگه باشد. بله، فقط یعنی این که به اندازه مسافت سفر وقتی که باشد از نظر شرعی زن حتما باید با محرم خودش مسافرت بکنه. درست، جزاکم الله خیر. بیننده اول رو میگیریم، تماسشون ظاهرا وصله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم، یک سوال دارم. بفرمایید. سوالتون؟ استاد محترم، متاسفانه به شبکه اجتماعی فیسبوک برابر بسیار به علمای کرامشان توهین میکنم، بدگویی میکنم. به خاطر همین سوالم اینمی است که این باز برادر توهین میکنم به علما داره. اما مولوی صاحب محترم امیر یک دقیقه جواب بده که سوال شما سخت برس امرا به کامپیوتر قاچی کرده به اشتراک بگذارم که استفاده کنه که باید رقم کفرگویی نکنه. به صورت کلی اینه توهین هایی که در فیسبوک میشه دیگه، سوالتون همینه؟ بله، به فیسبوک ها دیگه، به فیسبوک ها پیامان در کمیته به علمای کرامشان توهین میشه. به علما، درست. انشالله پاسخ دریافت کنید. سوال دیگه هم ندارین؟ و دیگه سوال این است که همین 5 وقت نماز از قرآن و سنت تشریح بده. نماز رو از قرآن و سنت؟ بله، 5 وقت نماز از قرآن امیر تشریح بده. چه چیز نمازو؟ ببخشید. 5 وقت نماز رو. بله. یعنی طبق آیه دیگه. بله. بله. درست، تشکر از شما. یعنی طبق این سال اول بیننده در مورد این که به توهین میشه به علما و افراد در شبکه‌های اجتماعی کلا مسائل زدن فیسبوک، و دومین سوالشون هم در مورد 5 وقت نماز طبق آیه قرآن. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. نگم که سوال دارم. بفرمایید. سوالتون، صدای شما وصله و سوالتون بفرمایید. خدیجه هستم از افغانستان. در خدمت شما هستیم. یک زن از خانه خواهرش نمونه، از نظر اسلام چی حکم داره؟ زن میتونه خانه خواهرش نرود یعنی؟ سوالتون چی بود؟ یعنی آیا زن میتونه خانه خواهرش نرود؟ این سوالتون است؟ شوهرش نمانه که از نظر اسلام چی حکم داره؟ درست. سوالتون واضح است. سوال دیگه دارین؟ سوال دیگه، یک زن مثلا مجلس که بچه کاکا بچه مامو تا صحیح یا که بشنه بخیزه صحیح است یا نیست؟ مالی سوال کنیدین؟
یعنی در مورد بچه کاکا و بچه ماما چه کار کند؟ یعنی سوالتون چی بود در مورد در حضور بچه کاکا و بچه ماما چه کاری انجام دهد؟ سلام علیکم. بشنکتش کی حکم داره؟ از وقت یا جای خانهش میری. درست. دست دادن یا فقط سلام کردن؟ بچه خواهر گرامی سلام یعنی دست دادن منظورتون درسته؟ یعنی انشالله در این زمینه توضیح میدیم اگر همین سوالتون باشد. یعنی که سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، لطفاً صحبت کنید. بله بفرمایید، صدای شما وصله، صحبت کنید. بله چند سوالی داشتم. بفرمایید سوال اولتون. سوال اول ما هست که باروس میریم در اوج ساز و رقص هست، یعنی مردان هست، آیا به اوج رفتن گناهی هست؟ سوال بعدی. سوال ما اگر یک خانم یا یک دختر جوان لباسی قید میپوشه یا موهای خود جور میکنه در یک جای میره مهمانی، یعنی تنها خانم ها مردان نمیباشه، آیا گناه هست؟ و سوال بعدیتون. و سوال آخر ما یک خردسال یعنی 7 ساله 8 ساله باشد به او دیرید، یعنی آستیناش کوتاه باشه به بیرون بری، آیا با مادر او گناه میشه؟ مادر او گناهگار میشه؟ یعنی دختر بزرگ نباشه 7 ساله 8 ساله باشه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. ظاهراً صدا در پیش ما نیست، مشکل پیدا کرده. سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی. یک سوال، چند تا سوال هست. در خدمت شما هستیم. سوال اولتون بخشین صداتون خیلی پایین، اگر یکم شما رو تر و بلندتر صحبت کنید. ما از پیغمبر صلی الله علیه و چند حدیث روایت چند هزار حدیث روایت شده؟ چند حدیث از رسول الله؟ از پیغمبر صلی الله علیه و چند هزار حدیث روایت شده. درست. سوال بعدیتون. سوال بعدی اینه که ما افغانستان که اصلا گستاندار میگیریم که پشمال میکنیم و با آتش میسوزونیم، آیا درسته به قربانی یا نه؟ خاطر که گوشت بیشتر شه خیرات قربانی که میکنید؟ قربانی رساله که میکنیم پشمال میکنیم و بعد با آتش حساب میپلونیم، یعنی این درسته یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ یک سوالی که از قربانی بود دیگه، سوالی قربانی درسته نه؟ درست. این هم سوالتون واضحه. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. بنده گرامی صدای شما وصله، لطفاً به سوالتون ادامه بدین. یک سوال شرعی داشتم. در خدمت شما هستیم. سوالتون؟ یک سوال شرعی داشت. بفرمایید سوالتون. منتظر سوالتون هستیم برادر گرامی. آیا زن به حج رفتن میتونه به محرم اگر زن به درست سوالتون واضح است، انشالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. اتاق فرمان اگر تماسی هست بس کنید، اگر نیستم به سوالای اسمس بپردازید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، بیننده گرامی شما وصل هستین، لطفاً صحبت کنید. و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد محترم چند سوال دارم. سوال اولتون؟ سوال اولم راجع به نقاب یک زن است. اگر زن با حجاب کامل است و یک چادر بسیار بزرگ داشته باشه که تمام اعضای زیر پوشانیده باشه و صورتش هم آرایش نداشته باشه، قابل نامحرم مثلا شوهر خواهر و شوهر برادر و امثال اینها میتونه ظاهر شوه یا خیر؟ و همچنان روی یک سفره غذاخوری میتونن با هم بنشینن غذا بخورن در حالی که دیگه اعضای خانواده هم با هم یک جا باشن؟ و یا سلام دادن همچنان میخواستم بفهمم. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی بود که امی حجاب که میخواستم بفهمم که امی نقاب که واجب است یا فرض است از طرف الله تعالی است؟ اگر کسی که صورت خود نپوشانه یعنی کدام فریضه یا واجب را ترک کرده یا داخل گناه، با وجود از اینکه تمام حجابش مکمل صورتش پوشانده نیست، صورت دو کف دست نمایان باشه، در این صورت این زن گناهکار گفته میشه یا خیر؟ و دیگه سوالم داشتم استاد محترم، قربانی بود. قربانی ما که در کشورهای اروپایی زندگی میکنیم و قربانی خود در افغانستان میفرستیم و قبل از اینکه ما اینجا عید کنیم در افغانستان از اینجا پیشتر و قربانی ما اونجا ذبح میشه. اینا لمی قربانی درست است یا خیر، یا منتظر باشن که تا که اینجا عید ما هم شوه بعدن قربانی رو ذبح کنن؟ درست. سوال واضح است. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه هم دارم استاد محترم. وقتی که جماعت استاده می باشه در جماعت میرسن، وقتی که میبینن که امام در رکوع، اگه شخص مستقیم بیای و الله اکبر بگه در رکوع برای رکعت به حساب میای یا خیر باید این رکعت اثر بجا کنه؟ درست. تشکر میکنم استاد محترم. تشکر از شما. آخرین تماس بیننده رو بگیرین. سلام علیکم بفرمایین. سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، لطفاً صحبت کنید بیننده گرامی. ظاهراً تماس بیننده قطع شد. اتاق فرمان تماس دیگه نیست؟ سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. جان قند یک سوال داشتم درباره عبدالله هستم از کابل زنگ زدم. در خدمت شما هستم. یک سوال داشتم درباره تشکر درباره در روز ذوالحجه در کابل بعضی هم میگن بله در کابل بله
به سوالتون ادامه بدین بیننده عزیز. سوال شما کاملا واضحه و ادامه بدین. در کابل بعضی مولوی صاحبا میگن که روز ذوالحجه روز ذوالحجه روز و بعضی مولوی صاحبا میگن که باید 8 و 9 گرفته شود. یعنی بعضی میگن کلا 9 روز روزه بگیرن، بعضی میگن 8 و 9. بله یا درست. ما چطور کنیم؟ 8 و 9 روزه بگیریم یا مکمل در روز ذوالحجه روزه بگیریم؟ درست. سوال واضحه است. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر لطفا. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر از شما. جناب مولانا طبق سوالایی که از SMS مونده بر چند تا میگیریم، ان شاءالله بعد به سوالای بینندگان میپردازیم. آیا طفلی که 9 سال عمر دارد قرآن شریف رو هم میتونه کاملا با بینندگان شروع بکنیم؟ از بینندگان آماده کامل داریم؟ مشکل مشکل نیست. چون در مورد حج بود گفتم بریم کلا به ادامه حج دیگه. اثر کده دوست درست. در مورد توهینی که به علما و افراد مهم و سرشناس جامعه میشه در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک گفتن توضیح بدیم. در مورد اهانت کردن به دیگران به صورت کلی تفاوتی نداره که این اهانت کردن به صورت فحش و ناسزا گفتن باشه، به صورت اتهام باشه، به صورت غیبت باشد. تمام این موارد از نظر شرعی کاملا حرام هستند و شریعت اومده که جان و مال و عرض و آبروی دیگران رو در واقع حفظ بکند. از نظر شرعی این یک گناه شمرده می شود، مانند گناه غیبت هست یا گناه اتهام زدن به دیگران هست. این کاری رو که انجام ندادن. در مورد غیبت رسول الله صلی الله علیه و سلم از اصحاب خودشون سوال کردند که میدانید غیبت یعنی چی؟ فرمودند که غیبت یعنی ذکرک اخاک بما یکره، یعنی این که در مورد برادر مسلمانت یک موردی رو ذکر بکنی که خودش دوست ندارد و ناپسند میداند اون مورد رو، اگر شما ذکرش بکنید در واقع غیبتش کردید و تعدی کردید به حق و حقوقش از نظر شرعی. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد که یا رسول الله اگر اون موردی رو که من میگویم در برادر مسلمانم باشد، من این گونه نباشد که من به اون اتهام زده باشم خود، یعنی در اون این عیبی که من میگم فلانی این عیب رو دارد این عیب رو واقعا هم داشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر این عیب در برادر مسلمان باشد پس بنابراین این میشود غیبت. اگر عیب واقعا داشته باشد و آن حرفی که تو میگید راست باشد، این معنیش شود که غیبت که در قرآن اینو تشبیه داده به این که انسان گوشت برادر مردش را در واقع بخورد. اگر که این به اصطلاح عیب رو نداشته باشد، یک گناهش از این در واقع بالاتر هست که بحث تهمت هست و حد شرعی دارد و قاضی میتونه در این مورد حکمی رو صادر بکند و شلاقی و تعزیری رو در مورد کسانی که این عمل را انجام دادن میتواند که صادر بکند. از بنابراین به صورت کلی تعدی بر حقوق دیگران، هم حقوق مالیشون، هم حقوق جانیشون، هم حقوق که متعلق به حفظ آبروشون هست، تعدی به تمامی این موارد از نظر شرعی حرام هست. چه تعدی به صورت به اصطلاح افترا و دروغ باشه، چه تعدی به صورت غیبت باشد، چه تعدی به صورت دشنام و ناسزا گفتن باشد، تمام اینها تفاوتی ندارد، یعنی برای همه حرام هست. یعنی چه ذکر علما باشد، غیبت علما باشد یا غیر علما، اتهام زدن به علما یا غیر علما، از نظر شرعی تمام اینها یک حکمی رو دارند، یعنی کاملا حرام هستند و از نظر شرعی ناجایز هستند. منتها انسان‌هایی رو که از نظر تقوا پاکتر هستند و انسان‌های متدین‌تری هستند، انسان‌هایی هستند که وجهه بیشتری رو دارند، انسان‌هایی هستند که معلم قرآن و معلم دین هستند، مردم به اونها احترام بیشتری رو می‌گذارند. این گذشته از این که اتهام به یک فرد هست و در واقع غیبت از یک شخص هست، در واقع به معنی آزار دادن بقیه مسلمانان هم شمرده می شود و گناهش قطعا بیشتر خواهد بود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که 5 وقت نماز را طبق آیه قرآن توضیح بدین که زمانش کیه؟ در آیات قرآن کریم و به صورت کلی در قرآن کریم لازم نیست که تمام جزئیاتی که در فقه اسلامی هستند و آنها رو یعنی
در قرآن پیدا بکنیم، زیرا که قرآن کلیات رو بیان کرده و بخشی از احکام جزئی رو، احکام عملی رو قرآن بیان کرده و این مسئولیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که جزئیات احکام فقهی رو برای مردم در واقع بیان بفرماید. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. این وظیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم است که الله متعال میفرماید ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا اینکه برای مردم بیان بکنی، تبیین بکنی آنچه برای اونها نازل شده. این از کلیاتی رو که در قرآن هست، تفسیر قرآن هست و آن را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم تبیین بکند. الله متعال فرمودند که نماز بخوانید. الان چگونه نماز بخوانیم؟ کیفیت نماز در قرآن کریم ذکر نشده. اوقات نماز به صورت تفصیلی و دقیق از آغاز تا انتهایش در قرآن کریم ذکر نشده و این را رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ذکر کردند. گرچه آیاتی هست در قرآن کریم که به صورت عمومی مفسرین از اونها استنباط کردند، گفتند که اینها ناظر بر آیات بر اوقات نماز هست، مانند در سوره روم که الله متعال می‌فرماید فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد فی السماوات والارض و عشیا و حين تظهرون. بسیار از علما و مفسرین حتی از صحابه مانند حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه این آیه رو ناظر بر اوقات نماز می‌دانند، یعنی این که حين تمسون که بحث مسا هست اشاره داره به وقت مغرب و عشا، و حين تصبحون وقت نماز صبح هست و عشیا وقت نماز عصر هست و حين تظهرون وقت نماز ظهر. در واقع این استنباطی هست و تفسیری هست از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما به صورت تفصیل که وقت هر نمازی در قرآن که بیان شده باشد که از فلان لحظه شروع می شود تا فلان لحظه، این در قرآن ذکر نشده، بلکه این رو در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و روایات متعددی در این زمینه در صحیح بخاری، صحیح مسلم هستند که اوقات نماز رو رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت مفصل در واقع بیان کردن. در سیها و سنن اومده که وقت نماز ظهر از وقت زوال هست تا وقتی که سایه هر انسان یک برابرش باشد. بعد از آن وقت نماز عصر می شود که نهایتش تا وقت غروب آفتاب است. از غروب آفتاب تا غروب شفق این وقت نماز مغرب هست و از تاریک شدن هوا تا فجر وقت نماز ظهر هست که اولاترینش و بهترین همون نصف شب یا یک سوم شب هست. و وقت نماز فجر هم از وقت دمیدن سفیده صبح هست، طلوع فجر تا طلوع آفتاب. این وقت نماز ظهر هست که در احادیث رسول، وقت نماز فجر که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت تشریحی بیان شده. جزاکم الله خیر. بیننده بعدیمون خواهر گرامی خدیجه بود، گفتن که اگر شوهری زنش رو نذارد که به اقوام نزدیکش مثل خواهرش ارتباط بگیره، اونو منع کنه که به خونه اونها برود، باید زن چه کار کنه؟ از نظر شرعی شوهر حق ندارد که زن رو محدود بکند برای صله رحم و دیدار خانوادش، پدر و مادر و خواهر و برادر. این خلاف شرع هست. انسان باید سعی بکند تا جایی که میتواند خودش سبب خیر باشد و مفتاح خیر و نیکی باشد، سبب صله رحم و در واقع وصل کردن رابطه خویشاوندی با دیگران باشد، نه اینکه سبب قطع رابطه بشود. و هر کسی که سبب قطع رابطه یا سبب یک گناهی در واقع به صورت کلی بشود، خود اون فرد، این شوهر در واقع شریک جرم و شریک گناه هست. اما اگر شوهر صلاح دیده که مثلا در خونه خواهرش فرض کنیم که منکراتی وجود داره، یک سری بدعت‌هایی وجود داره، یک سری عقاید فاسدی وجود داره، یک سری خطرهایی برای این خانم وجود داره، اگر برود چه بسا که دینش، ایمانش، اخلاقش مورد در واقع تعرض قرار بگیره، در این صورت شوهر حق دارد که به عنوان حفظ آبروی خودش و حفظ دین و ایمان خودش و همسرش میتواند که بگید فعلا تا زمانی که فلان منکرات مثلا وجود دارند در خونه خواهرت، میتواند که بگید که فعلا اجازه نداری به خانه خواهرت بروید. اما اینکه بی دلیل و بدون سبب باشد از نظر شرعی جایز نیست و حرام هست و چنین فردی گناهکار شمرده میشه. درست. جزاکم الله خیر. سوال دیگری که داشتن، گفتن که نشستن در مجلسی که پسر عمو و پسر دایی و اینا هستن، در اونجا چوک می‌دارن. سوالشون کاملا واضح نبود، ولی خب بیننده دیگری هم در همین زمینه پرسیدن، گفتن اگر زنی با حجاب کامل کلا حجابش رعایت بکنه، چادرش پوشیده باشه و در جای بشینه از سر سفره غذا بخورد که برادر شوهر یا
مثلا پسر عمو پسر دایی نشسته باشن، آیا این درست است یا نه؟ به صورت کلی یعنی فقط محارم میتوانند که در واقع با یک زن رفت آمد داشته باشند، خلوت داشته باشند، دیدار و ملاقات داشته باشند و کسانی که از نظر شرعی محرم شمرده نمیشوند یعنی بیگانه هستند، تفاوتی ندارد که این پسر عمو باشد یا پسر دایی باشد یا هر کسی دیگری که باشد، اینها جزء افراد نامحرم هستند و نامحرم نباید که زینت و آرایش یک فرد و یک زن مسلمان را ببیند. اصل بر این است که به صورت کلی یک جا نباشند، یعنی این که حق ندارند که همدیگر را ببینند و کشف صورت انجام بگیره. رأی جمهور علما این هست که به اصطلاح پوشاندن صورت از افراد نامحرم تفاوتی نداره که به اصطلاح جزء خویشاوندان نزدیک باشند، پسر عمو، پسر دایی باشند یا این که افراد بیگانه باشند. پوشیدن صورت در واقع لازم و اجباری هست، مگر در صورتی که انسان واقعا یعنی مجبور باشد، یعنی در یک جایی باشد که چنین امکانی برایش وجود نداره یا یک باری ناخواسته چنین اتفاقی بیفتد، اون موارد استثنایی هستند. اما این که کاملا با همدیگر عادی باشند، مثل این که با یک محرم رفت و آمد میکنند، با این افراد رفت و آمد داشته باشند، مثل این که با برادر و پدر خودشون میخندند و صحبت میکنند و خلوت میکنند، با این افراد این گونه رفتار بکنند، این خلاف اصول شرعی هست. جزاکم الله خیر. رفتن به عروسی هایی که فقط مجلس زنانه هست و اما مراسم رقص و موسیقی در آن هست، درست یعنی؟ خود این مراسم موسیقی الان خود رقص باز هم یک حکم کاملا جداگانه رو داره. وقتی که موسیقی در یک جایی هست، یعنی شما این در مجلسی حاضر میشوید که در آن منکرات وجود داره و مواردی هست که از نظر شرعی شنیدن اونها برای شما حرام هست، یعنی شما خودتون رو در معرض گناه قرار دادید و برای یک مسلمان از نظر شرعی جایز نیست که خودش رو در معرض گناه انجام بدهد. یعنی در جایی که موسیقی پخش می شود، چه بسا که موسیقی خیلی همراه با ساز و آواز هست، یعنی با ترانه هایی هست که از نظر محتوا چه بسا که بسیار از این آوازها و این ترانه ها از نظر عقیدتی مشکل دارند یا از نظر اخلاقی مشکل دارند، تداعی کننده و انگیزه میدن برای گناه که شنیدن اینها به مراتب در واقع سنگین‌تر و گناهش در واقع بیشتر میشد. پس بنابراین در جایی که منکرات شرعی وجود دارند، انسان مسلمان تفاوتی نداره، زن یا مرد نباید در چنین جاهایی حاضر بشوند و خودشان رو در معرض گناه نباید قرار بدهند. جزاکم الله خیر. اگر در یک مراسمی یا یک محفلی که فقط زنها باشن، آیا زن میتوند موهای خود رو کوتاه کند، آرایش کند و لباسای کوتاه باشن، زن و دختر؟ یک سری یعنی این آرایش خیلی ساده ای که در واقع عرف و معمول باشه، اونم در جایی که بقیه زنان نمیبینند، این یک امر طبیعی از نظر شرعی گناهی نیست. این افراد نامحرم هستند که نباید زینت و آرایش زن را ببینند. اما آرایش های بسیار غلیظی که در حد مثلا آرایش عروس هست و تمام زنان خودشون در اون حد آرایش میکنند، گرچه این برای یک زن حرام نیست که یعنی این چنین موردی رو ببیند یا در جلوی زنی ظاهر بشود با این حالت، اما بازم شایسته به اصطلاح یک مسلمان کاملا پایبند نیست. این آرایش غلیظ مخصوص شوهر هست که یک سری معانی و پیام‌های خاصی رو دارد، اما اگر در جلوی زنی همین گونه حاضر شد از نظر شرعی گناهکار نیست. اما آرایش بسیار ساده‌ای که باشه اون از نظر شرعی برای مجلس زنانه هیچ گونه اشکالی رو نداره و جایز است. جزاکم الله خیر. اگر یک دختر 7-8 ساله با آستین کوتاه برود بیرون، آیا گناهی بر پدر و مادر نوشته میشه؟ تا جایی که ممکن هست انسان باید سعی بکند که فرزندانش را هم از دختر یا پسر از همان کودکی اونها را با احکام اسلامی آشنا بکند، زمین سازی بکند برای این که بعداً احکام اسلامی رو به صورت کاملتر انجام بدن. اما دختری در 6-7 ساله این از نظر شرعی مکلف نیست. وقتی که مکلف نیستند، یکی از احکام خود بحث حجاب هست که گناهی رو مرتکب نشده، نه خودش گناهی مرتکب شده و نه پدر و مادرش گناهی رو مرتکب شدن، اما باید سعی بکنن تا جایی که ممکن هست آشنا بکنن دختران را و پسران را از همون به اصطلاح ایام کودکی با احکام شرعی که به دختر یا پسر اختصاص دارن آشنا بشوند. این اولاتر و بهتر هست. جزاکم الله خیر.
یعنی بعدی پرسیدن که چند حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است کلی؟ به صورت کلی احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هستند و نقل شدن، این بسیار سخت هست که انسان بتواند که تمام این احادیث رو یعنی آمار بگیرد، زیرا که اون گونه که از ابو زرع رازی رحمت الله علیه نقل شده، ایشون گفتند اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی حدود 114,000 نفر صحابی بودند که ملاقات کردند، یا حتی بیشتر از این هم نقل شده که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردند و حرفهای رسول الله صلی الله علیه و سلم رو شنیدند و اینها در شهرها و در جاهای مختلف اینها متفرق بودند، یعنی هر یکی به یک شهر و به یک گوشه از دنیا رفتند و این در واقع مشکل هست که ما بتونیم تمام احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را به صورت آمار دقیقی بگیریم. و حتی از ابو زرع رازی رحمت الله علیه سوال شد که تعداد احادیث چه اندازه، گفت چه کسی میتواند که چنین چیزی رو حساب بکنند. و از امام بخاری رحمت الله علیه نقل شده گونه که علامه دهلوی رحمت الله علیه نقل میکند که امام بخاری میگه که من 100,000 حدیث صحیح و 200,000 حدیث غیر صحیح میدانم و حفظم. منتها این برمیگرده به طرق متعدد، یعنی یک حدیثی رو، یک جمله‌ای رو به طور مثال 10 صحابی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن، این در واقع یک حدیث شمرده نمیشود بلکه 10 حدیث شمرده میشود، یعنی با چند طریق که نقل شده به همان اندازه در واقع گفته میشود که این جزء آمار احادیث اضافه میشود. ابن صلاح رحمت الله علیه در کتاب خودشون در مقدمه میگه که مجموع احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شدن حدود 14,000 روایت هستند. منتها این آمار دقیقی نیست، اینا با توجه به کثرت طرق احتمال داره بیشتر بشوند و اگر بخوایم که متون رو یک جا جمع بکنیم، هر متنی که به اصطلاح مشابه با هم هست تمام اینها رو یکی حساب بکنیم، هر مطلبی که یکی هست اینها رو تمام اینها رو یکی حساب بکنیم، این واقعا یک کار بسیار دشوار و سختی هست و عملا هم این هیچ گونه فایده رو برای ما نداره. و نقطه دیگه که در این زمینه وجود داره بحث به اصطلاح احادیث صحیح هست که متفاوت هست، چه بسا که یک محدثی یک روایتی رو به اون رسیده باشه، با طرق حدیث رسیده باشه که اون حدیث رو صحیح میدونه، اما برای یک فرد دیگر از یک طریق ناصحیح رسیده باشه که اون اصلا چه بسا که ضعیف میدونه، چه بسا که اصلا قول رسول الله صلی الله علیه و سلم ندونه، موارد از این قبیل باشه. پس بنابراین نمیتوانیم که به صورت قطعی یعنی بیان بکنیم که تعداد احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چه اندازه هستند و همون که عرض کردم از نظر عملی هم هیچ گونه منفعتی بر این مترتب نیست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیان گفتن که قربانی میکنن پشم را در آتش میسوزانن، آیا این کار درست است یا نه؟ از نظر شرعی اشکال نداره که در بعضی از جاها بعد از این که قربانی رو در واقع ذبح میکنند پشم قربانی رو روی آتش میسوزند و پوست رو تمیز میکنند. این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی شمرده نمیشود و اهانتی به قربانی یا کراهتی از نظر شرعی شمرده نمیشود و کاملا جایز است. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه مختصر میبینیم، دوباره در خدمتتون خواهیم بود. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام، ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام. جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي، أنت غفار وإني أرتجي غفران ذنبي. قد تركت الأهل خلفي، جزت بحرا وفلا، لا يساوي الكون عندي وقفة
في عرفات. جئتها حبا وفرضا أطهر البلدان أرضا فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. جئتها حبا وفرضا أطهر البلدان أرضا فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي أنت غفار وإني أرتجي غفران. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي. سلامی دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جمعنا سوالی که از تماس تلفنی گرفتیم هنوز مونده. بیننده پرسیدن که البته این سوال قبلا هم گذشته بود، باز بیننده پرسیدن که آیا یک زن میتونه بدون نامحرم به حج برود؟ نه، با تفاوتی نداره که این حج به اصطلاح سفر عبادت باشه یا سفری برای سیاحت باشه. جمهور علما نظرشون بر این است که حتما باید به اصطلاح محرمی همراه باشه، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که جایز نیست برای زنی که ایمان دارد به الله و روز آخرت این که سفر بکند یا بدون محرم. حتما باید محرمی همراهشون باشد. منتها در صورتی که به اصطلاح محرم نداشته باشد یا یعنی محظوریت شرعی دیگری وجود نداشته باشد، همراهان مورد اطمینانی باشند، جماعت زنها باشد. قبلا هم عرض کردم که از دیدگاه امام شافعی رحمت الله علیه زن میتواند که صرفاً برای سفر حج، چون که یک فریضه الهی هست، با جماعت زنها برود، یعنی گروهی از زنها همراه باشند که با یک مجموعه از زنها در رخ باشد. اما با رفتن با یک کاروانی که در اون کاروان زن وجود نداره یا جماعتی از زنها وجود ندارند، زنها به صورت کامل جدا نیستند، هر فردی زنی با شوهر خودش هست و این تنها مونده، در چنین صورتی سفر جایز نیست. جزاکم الله خیر. سوال باید در مورد نقاب است. گفتن آیا نقاب واجب است یا نه و اگر صورت بیرون باشد آیا گناه مرتکب میشه؟ رأی جمهور علما در این زمینه این است که نقاب جزء واجبات است، یعنی پوشیدن صورت جزء واجبات است با توجه به
آیاتی که در این زمینه وجود دارد و روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده، اقوال صحابه و تفسیر صحابه، همشون دال بر این است که پوشیدن صورت در واقع که محل زینت هست، بلکه محل تجمع زینت زنها هست و بیشترین چیزی که چه بسا که دیگران رو در وسوسه بیاندازد صورت زن باشه. بدین خاطر هست که جمهور علما معتقد بر این هستند که پوشیدن صورت از نظر شرعی واجب هست و خصوصا در زمانی که خوف فتنه باشه، در زمانی که امنیت وجود نداشته باشه، مردانی بیشتر مثلا که مراعات نمی کنن، تقوا نداشته باشن، در کوچه و بازار محل تجمع انسانهای بی بند و بار باشه، در چنین زمینه ها در واقع این اولویت پیدا میکنه و اهمیتش و تأکیدش بیشتر هست. و آیاتی که در این زمینه وجود دارند در سوره نور، الله متعال اشاره میکند و به خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جیوبهن. این که چادرها را بر روی سینه های خودشون، گریبان خودشون بزنن، چادری رو که بر سر کردن، وقتی که این چادر رو بر روی گریبان بندازن لازمش این است که در واقع چهره هم پوشیده می شود. و حتی در باره آیه دیگر که یدنین علیهن من جلابیبهن در سوره احزاب هست، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وقتی که از این آیه پرسیدن و این آیه رو تفسیر کردن، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یدنین علیهن من جلابیبهن که جلباب اون چادر بزرگ رو بر روی خودشون بیاندازن به چی صورت هست؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چادری رو کمرشود برداشت و کاملا سرش رو پوشید و صورتش رو هم پوشید، فقط یک چشمش رو بیرون کرد. یعنی دقیقاً همین صورتی که امروزه نقاب داره این گونه نمایش دادن و فرمودند که یدنین علیهن من جلابیبهن، معنیش این هست که به این گونه الله متعال در واقع دستور داده و خصوصا در این زمانی که زمان فتنه هست و مردان هیز و بی تقوایی و نگاه های به اصطلاح معنیداری بیشتر از زمان گذشته وجود داره، در واقع وجوب روبند و نقاب بیشتر از گذشته در واقع اهمیت پیدا میکنه و لزوم داره. جزاکم الله خیر. بیننده برای پرسیدن که ایشون در اروپا زندگی میکنن و قربانیشون رو میگن که در افغانستان ذبح بشه. سوالش این بود، گفتن که به خاطر که چندین ساعت فاصله وجود داره، قبل از اینکه اینها در اروپا نماز عید الاضحی رو بخونن در افغانستان نماز شده و قربانی هم ذبح شده. آیا این درسته؟ احکامی که برای مثلا قربانی وجود داره اینها بستگی داره به خود فرد قربانی کننده. خود فرد قربانی کننده به طور مثال در روایت صحیح مسلم اومده کسی که میخواد قربانی بکند از اول ذوالحجه تا روز دهم ذوالحجه که روز عید هست موی خودش رو نگیرد، ناخن نگیرد. این احکامی هستند که خاص برای خود فرد قربانی کننده هستند، برای خانوادهش نیستند، برای خود اون فرد هست. بالفرض کسی قربانی میکنه برای خودش و برای خانوادهش، اون کسی که قربانی رو خریده و اساسا مال خودش هست اون باید این موارد رو مراعات بکند. و اگر یک قربانی در یک شهر دیگر هست، یعنی اولویت بر این هست صرفا به خاطر احتیاط هم که شده، تا زمانی که خود به اصطلاح در جایی که قربانی کننده هست، اصل صاحب قربانی هست، در اونجا نماز عید رو نخوندند و یا اون فرد نماز عید رو نخونده، اولاتر و بهتر است که به خاطر خروج از خلاف و از شک و تردید قربانی رو ذبح نکنند مگر تا زمانی که خود صاحب قربانی در واقع نماز عیدش رو خوانده باشه. جزاکم الله خیر. سوال برای بیان گفتن در نماز جماعت اگر امام به رکوع رفته باشد و شخص بیاید تکبیر بگوید به رکوع برود، آیا یک رکعتش قبول هست؟ کسی که رکوع رو دریافته همراه با امام، یعنی با رسیدن به رکوع در واقع شما به اون رکعت رسیدید. اگر شما وقتی که امام در رکوع بود شما تکبیر گفتید و به رکوع رفتید و وقتی که شما در رکوع رفتید و امام بلند نشده بود، یعنی سمع الله لمن حمده نگفته بود، در این صورت شما به نماز به رکوع به این رکعت رسیدید، یعنی لازم نیست که این رکعت رو اعاده بکنید. یعنی وقتی که اگر شما
همراه با امام همزمان در حالت رکوع بودی، ولی اینکه برای یک لحظه شما با امامتون در یک لحظه هم یعنی در حالت رکوع قرار داشتید، به رکوع رسیدید و وقتی که به رکوع رسیده باشید یعنی به رکعت هم رسیدید و این رکعت رو لازم نیست که دوباره بخونید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که علمای منطقهشون و بعضیا میگوین که از نوروز اول رو روزه بگیرین کلا و بعضیا میگوین هشتم و نهم رو. گفتن چه کاری برای روز نهم فضیلت خاصی اومده غیر از اون فضیلت کلی که در صحیح بخاری هست که در این 10 روز اعمال نزد الله متعال ارزش بیشتری رو دارن و محبوبتر هستن نزد الله متعال. اون مخصوص تمام این در واقع 10 روز هست، تمام این دهه هست. اما در مورد روز عرفه یک سری روایات خاص دیگری رو اومده و یک فضیلت دیگری رو دارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من امیدوار هستم که روزه گرفتن روز عرفه کفاره گناهان سال قبل و سال بعد باشه، یعنی 2 سال رو این در واقع کفاره گناهانش قرار بگیرند و این فضیلت برای روزهای دیگر ماه ذوالحجه نیومده، برای روزهای دیگر این 10 روز ذوالحجه نیومده و این مخصوص روز نهم هست. اگر کسی گفته که یعنی روز نهم و دهم را یعنی روز هشتم و نهم را روزه بگیرید، روزه گرفتن روز هشتم یا هفتم یا از اول ماه مبارک ذوالحجه اشکالی نداره، یعنی سنت هست که روزه بگیرن، اما لزومی نداره، اما الزامی نیست. اگر یک فردی تنها روز نهم را روزه گرفت، در واقع فضیلت روز نهم را کسب کرده. برای دریافت فضیلت روز نهم که کفاره گناهان سال گذشته و سال آینده هست، لازم نیست که انسان یک روز قبل از آن روزه بگیرد. لازم نیست که روزی قبل از آن روزه بگیرد، تنها شما روز نهم رو روزه بگیرید این فضیلت رو دریافت میکنید. اما روزهای دیگر غیر از روز نهم، این از اول تا نهم را روزه گرفتنش مشروع است و رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه میگرفتن، صحابه روزه میگرفتن و جز همین ایامی هست که به صورت کلی عمل صالح در آن ارزش خاصی رو دارند. اما فضیلتی که در اینجا اومده برای کفاره گناه بودن مخصوص روز نهم هست، روز عرفه هست. برای غیر حاجی، یعنی فردی که در عرفات هست و حاجی نمیتواند روزه بگیرد، این فقط برای کسانی هست که در خارج از عرفات هستند و حاجی نیستند. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که طفلی که 9 سال عمر دارد، این به سن بلوغ نرسیده، قرآن شریف رو میتونه با تجوید بخونه، دعای حج و عمره هم بلد است، آیا حجش قبول میشود و میتواند که حج و عمره را انجام بدهد یا نه؟ چون که زیاد شوق و علاقه برای انجام دادن حج دارد. بحث قبول شدن حج یک بحث جداگانه هست و بحث این که آیا این به عنوان حج اسلامش به عنوان انجام یک واجب شرعی از اون پذیرفته می شود یا خیر، این یک بحث جداگانه هست. حجش قبول می شود، حجش قبول می شود، زیرا که در روایاتی که نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که روایتش در صحیح بخاری هست، نقل می‌کند که ما در حج بودیم که می‌خواستیم به حج برویم که یکی از زنهایی که بودند یک کودکی رو بلند کرد و گفت که یا رسول الله هذا حج، آیا این حج دارد؟ یعنی معلوم شد وقتی که بلندش کرد یعنی کودک در واقع خردسالی بوده که اون رو نشون داد به رسول الله صلی الله علیه و سلم و بلندش کرد، در معرض دید رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داد و فرمود که آیا این حجی دارد؟ این کودک رو بلند کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نعم ولک اجر، بله حج دارد، حجش قبول می شود و تو اجر داری. یعنی این که حج تو که مثلا این کودک رو حجش میدی، با خودت به حج میبری، این در واقع ثوابش به تو میرسد و حج این کودک از نظر شرعی پس بنابراین معلوم میشود که صحیح هست، حجش قبول میشود که ثوابش به مادرش یا پدرش که اون رو به حج برده میرسد. اما این که آیا به عنوان حج اسلامش قبول میشود، الان نابالغ هست، فرض کنیم که چند سال دیگر به بلوغ میرسد، آیا حجی که قبل از بلوغ انجام داده به عنوان حج اسلامش قبول میشود؟ خیر، این قبول نمی شود. یعنی یک بار دیگر بر اون حج فرض هست. الان اگر حجی رو انجام داده قبل از بلوغ، این حج فرض شمرده نمی شود، حج اسلام شمرده نمی شود و بعد از بلوغ در صورتی که شرایط فراهم باشد و توانایی حج رو داشته باشد دوباره حج بر اون فرض خواهد بود. جزاکم الله خیر. انسانی که شخصی یعنی عادی گناه میکند دوباره توبه میکند، اما باز دوباره گناه میکند و دوباره توبه میکند و با خودش میگوید که مثلا اراده و ایمانشون واقعا ضعیف و
واقعی نیست و ایمان باید سبب شود که بعد از توبه انسان دوباره به گناه بر نگردد. آیا این درسته یا نه؟ بله، این که ایمان انسان هر مقداری که قوی تر باشد قطعا یعنی یک مانع بزرگتری در برابر گناه خواهد بود. اما بدین معنی نیست انسانی که گناه می کند یعنی ایمان ندارد. نه، ایمان با وجود ایمان انسان احیانا در یک موقعیتی قرار می گیرد، یک سری انگیزه هایی هستند، یک سری موارد تحریک کننده برای انجام گناه هستند که انسان ولو اینکه ایمان قوی هم داشته باشد چه بسا که متزلزل بشود و گناهی رو انجام بدهد. و گناه انجام دادن این یک فطرت بشری هست، یک سرشت بشری هست. ما انسانی رو که ولو اینکه قوی ترین ایمان رو داشته باشه، ما چیزی رو انسانی رو به عنوان انسان معصوم که گناهی رو انجام نداده باشد نداریم. حتی انبیا و حتی اولیا و حتی امامان بزرگوار هم یک سری خطاهایی رو انجام دادند، یک سری خطاهایی رو انجام دادن. گرچه هر کسی که ایمان قوی تری داره خطاهایش، گناهایش در واقع کمتر هست، اما این بدین معنی نیست که انسان که هر کسی که ایمانش قوی هست 100% از گناه و خطا معصوم هست. هیچ کسی از گناه و خطا معصوم نیست و در موارد زیادی الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را مؤاخذه کردند که چرا این کار رو انجام دادی، چرا فدیه گرفتی از اسیران، چرا زنانت رو بر خودت حرام کردی، چرا وقتی که عبدالله ابن ام مکتوم اومد روی برگرداندی. تمام اینها نشانه این است که حتی اولیای الهی و انبیای الهی هم امکان داره که کارهایی رو انجام بدن که خلاف اولا هست، یا خلاف دستور الله متعال هست، خلاف رضایت الله متعال هست. پس بنابراین این گناه یک سرشت بشری هست، اما چیزی که لازم هست توبه کردن بعد از گناه هست. اینش برای ما مهم هست. یعنی به همون اندازه که گناه نکردن برای ما اهمیت دارد، توبه کردن بعد از گناه هم برای ما اهمیت دارد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اتبع السیئة الحسنة تمحوها. بعد از این که گناهی رو انجام دادی یک کار نیکی رو انجام بده، یعنی در حد گناهت یک کار نیکی رو انجام بده که کفاره اون در واقع گناهت باشه. پس بنابراین استغفار و توبه کردن یک امر مشروعی هست در هر حالت، چه انسان یادش باشد که گناهی رو انجام داده، چه یادش نباشد، چه گناه کوچکی رو انجام داده باشه، صغیره‌ای باشد یا کبیره‌ای، انسان باید در اولین فرصت و به محض اینکه یادش اومد باید توبه بکند، استغفار بکند، یا حتی به صورت کلی میتواند استغفار عمومی بکند. بار اله گناهان مرا ببخش، استغفر الله ربی من کل ذنب اذنبته و اتوب الیه. به صورت کلی از تمام گناهان استغفار بکند، توبه بکند. یا اگر گناه خاصی در ذهنش هست، پروردگار فلان خطای مرا و فلان گناه مرا مغفرت بفرما. و این که انسان بعد از انجام گناه و بعد از این که توبه کرد دوباره مرتکب گناهی شد، همون گناه رو دوباره تکرار کرد، نباید این سبب بشود که انسان از به اصطلاح توبه کردن دل سرد بشود، توبه رو دوباره ترک بکند. و یکی از بزرگان و سلف صالح میگه که شیطان کمر ما رو با گناه میشکند، ما کمر شیطان رو با توبه میشکنیم. این هر از شیطان وسوسه بکند که ما گناهی رو انجام بدیم، ما بعد از گناه توبه میکنیم که کمر شیطان شکسته بشود. اگر 1000 مرتبه انسان گناهی رو انجام داد، توبه کرد و 1000 مرتبه توبه شکست، باز هم باید توبه بکنند. وقتی که شما صادقانه توبه میکنید، در حالتی که توبه میکنید شما صادقانه توبه میکنید، نه به این نیت که الان توبه میکنید بعدش گناه میکنید. وقتی که انسان توبه میکند به این معنی که پشیمان شده از گذشته‌اش، از گناه دست کشیده و فعلا تصمیم دارد که در آینده این گناه رو انجام ندهد. الان توبه کردید، با این توبه صادقانه، یعنی با این شرایط سگانه‌ای که گفتم، بعد از این انسان دوباره وسوسه شد، دوباره گناهی رو انجام داد، باید دوباره توبه بکنید. همان گونه که در مرحله اول الله متعال توبه شما رو قبول کرد، شما پیش الله متعال توبه کننده بودی و جدید بودی، در مرحله 1000 و 1,000,000 بار هم که گناه بکنید دوباره توبه بکنید، همان ارزش رو پیش الله متعال داری. یعنی به همان صورت الله متعال توبه پذیر هست، چه بار اولت باشد که توبه میکنید، چه 1000مین بارت باشد که توبه میکنید، به شرط این که توبه یک توبه در واقع صادقانه باشه. غیر از این روایتی در این زمینه هست، روایت متفق علیه هست، بسیار صحیح و صریح هست در این زمینه، که حدیث قدسی هست که
الله متعال میفرماید که وقتی که یک انسانی گناهی رو انجام میدهد توبه میکند، الله متعال میگوید که عرف ربی ان له ربا، این بنده عرف عبدی ان له ربا، که بنده من میداند که ربی رو دارد که یغفر الذنب و یأخذ بالذنب، که هم گناه را میبخشد و هم بر گناه مؤاخذه میکند. وقتی که انسان گناهی را انجام میدهد و بعدش میگوید که پروردگارا من گناهی را انجام دادم فاغفر لی، مرا ببخش، الله متعال میفرماید که این بنده من میداند که این بنده پروردگاری دارد که در صورتی که این بنده گناهی را انجام بدهد مؤاخذه میکند و اگر این انسان توبه بکند الله متعال توبهش را قبول میکند، گناه را میبخشد. الله متعال میفرماید که من تو را بخشیدم. بعد از اینکه دوباره همین فرد همون گناه رو دوباره انجام میدهد، بعد میگه پروردگار اشتباه کردم، نفهمیدم، گناه کردم، بازم الله متعال میفرماید این بنده من میداند که پروردگاری دارد که گناهان را میبخشد، برو تو رو بخشیدم. مرحله سوم، مرحله چهارم، مرحله پنجم تا نهایتا به جای میرسد که الله متعال میفرماید که قد غفرت لعبدی فلیفعل یا فلیعمل ما شاء، من بنده‌ام را بخشیدم، هر کاری که دلش میخواد انجام بده. یعنی این که این بنده اگر 1000 بار هم مرتکب گناه بشه و صادقانه توبه بکنه، بازم من اون رو میبخشم، بازم من اون رو میبخشم. پس بنابراین به خاطر کثرت شکستن توبه انسان نباید از توبه ناامید بشود، بلکه الله متعال تمامی گناهان را، ولو اینکه گناهان بسیار بزرگی باشه، ولو اینکه یک انسان تمامی گناهان تمام بشریت را یک فرد هم انجام بده، اما بازم بیاد صادقانه توبه بکند، بازم الله متعال توبه پذیر است. رحمت خداوند از همه چیز بالاتر است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که گفتن میخواستم بپرسم که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در نماز دست بسته نماز میخواندن و آیا در وضو پاهای خود را میشستن یا فقط مس میکردن؟ قطعا این گونه هست که اهل سنت و الجماعت دین خودشون را از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرند و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، مانند من که وضو نماز بخونم مانند من نماز بخوانید. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای ما نقل کردند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و حضرت، حتی در روایت شیعه هم از حضرت علی رضی الله تعالی عنه نقل شده که وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم به این گونه بوده که پاهای خودشون رو در هنگام وضو در واقع میشستند. این عملا از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. و همچنین در مورد دست بستن در هنگام نماز، اینم از رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت متعددی نقل شده. روایت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه است که نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم را وقتی که توصیف میکنند میفرمایند ثم وضع یده الیمنی علی الیسرا، ایشون وقتی که تکبیر گفتند و توضیح میده در روایت که یک چادری بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی دوشو انداخته بودند و ملحفه‌ای بود و وقتی که تکبیر گفتند دستها را بلند بردند و بعد از آن در زیر این چادر دستها رو، دست راست رو میگه که بر روی دست چپ گذاشتن. روایت صحیح مسلم هست و روایت متعددی در این زمینه وجود دارد. اما بستن دست از نظر شرعی حکمش سنت هست، یعنی جزء واجبات یا جزء ارکان نماز نیست. بالفرض اگر کسی دست نبست یا از ترس کسی دیگر تازه به اصطلاح سنی شده دستها رو نمیتواند ببنده در هنگام نماز، هیچ گونه اشکالی وجود نداره. اگر کسی هم بنابر عذر یا بدون عذر دستها رو در هنگام نماز باز گذاشت، نمازش از نظر شرعی درست است، زیرا بستن دستها جزء سنت‌های عملی نماز هست و جزء واجبات و ارکان نماز نیست. جزاکم الله خیر. آیا نمازهای سنت هم مثل نمازهای فرض قضا داره؟ نه، نمازهای سنت قضا ندارد، یعنی جزء واجبات نیستند، جزء فرایض و واجبات شرعی نیستند که انسان باید اونها رو انجام بدن. فقط عباداتی که جزء عبادات فرایض و ارکان هستند اینها قضا دارند. یعنی اگر انسان به طور مثال روزه نگرفت باید دوباره روزه بگیرد، اگر حجش الان فاسد شد دوباره باید قضایش رو بیاورد، یعنی دوباره حج دیگری رو انجام بدهد. نمازش فاسد یا باطل شد دوباره نماز رو دوباره قضا بیاورد، یا از وقتش گذشت دوباره قضا بیاورد. اما نماز عبادت های نفلی این گونه
در واقع نیستند، خصوصا که در مورد نماز، اگر که نمازهای سنت قبلی هست یا سنت بعدی هست که اگر کسی اینها رو اعاده بکند، یعنی اگر نرسید که بخواند دوباره بخواند، از نظر شرعی اشکالی نداره. این ثابت هست که به اصطلاح رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر که نماز وترشون قضا میشد، مثلا اینو در روز میخوندن به صورت زوج میخوندن، یعنی اگر 3 رکعت وتر بود در روزش 4 رکعت رو میخوندن. این جایز هست به صورت کلی که انسان پایبندی داشته باشه بر این سنت های رواتبی که هستن 10 رکعت یا 12 رکعتی که از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ثابت شده. اما اگر نخواند قضایی نداره، اگر نخواند قبل از نماز یا بعد از اون نماز نخوان، گناهی رو مرتکب نشده و قضایی ندارد، به دلیل روایتی که از حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه نقل شده که یک فرد اعرابی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و از احکام اسلامی سوال کرد، در مورد نماز سوال کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که این 5 وقت نماز هست و اون اعرابی گفت که والله لا ازید علی هذا ولا انقص، من از این مقدار نه کم میکنم نه زیاد میکنم، یعنی فقط همین چیزهایی که به عنوان واجبات اسلام هستند اینا رو کامل انجام میدم، اما از اینا کمتر یا بیشتر انجام نمیدم. بدین معنی که نماز سنت هم من نمیخونم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که افلح ان صدق، اگر واقعا راست بگوید و این گونه عمل بکند این انسان رستگار هست. یعنی برای پیروزی و کامیابی و برای نجات اخروی کافی است که انسان این فرایض اصلی رو 5 وقت نماز رو بخواند. اگر سنت نخواند اشکال شرعی ندارد، گناهکار نیست. اما خواندن نمازهای سنت جزء مقربات هست، این انسان به الله متعال نزدیک میکند، به دلیل روایتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، انسان مسلمان بنده من با انجام نوافل به من تقرب میجوید. و نمازهای سنت مکمل کننده نمازهای فرض هستند. اگر فرض انسان کامل نشده باشه، خشوعش مثلا اشکال داشته باشه، در کیفیت نمازش مقدار اشکالی باشه، در روز قیامت از نمازهای سنت برمی‌دارند و نمازهای فرض رو کامل میکنند. کسی که نماز سنت نخونده در واقع از این فضیلت و این تقرب و این خاصیت در واقع محروم میماند. جزاکم الله خیر. آیا اگر دختر و پسری قبل از ازدواج همدیگر رو دوست داشته باشن و عاشق هم شده باشن و بعد با هم ازدواج بکنن، آیا این کار حرامه؟ نه، اشکالی نداره انسان یعنی همسر خودش رو انتخاب بکنه، تفاوتی نداره دختری باشه یا پسر باشه، عشق قلبی داشته باشند و همدیگر رو دوست داشته باشند، با هم دوباره با همدیگر ازدواج بکنند، هیچ گونه اشکال و مانع شرعی وجود نداره. منتها ارتباط قبل از ازدواج از نظر شرعی حرام هست. ارتباط قبل از ازدواج از نظر شرعی در واقع درست نیست، یعنی قبل از این که عقد خونده بشه و زمانی هم که ازدواج میکنند و عقد خونده میشود، این باید با همون با وجود شرایط شرعی باشه، یعنی این که ولی وجود داشته باشه و 2 شاهد وجود داشته باشند و عقد شرعی خونده بشه. اما اینکه دختر و پسری همدیگر رو دوست دارند، خودشون تنهایی برند یک جایی عقد بخونند یا نخونند، این عقدشون از نظر شرعی درست نیست. حتما باید اجازه ولی باشد، یعنی پدر دختر همراه با وجود 2 شاهد و عقد شرعی باید اجرا بشود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که به مدت 1 ماه میخوان از کشور آلمان برن به افغانستان. گفتن در این مدت 1 ماه آیا نمازها رو به صورت قصر بخونن یا این نماز مسافر یا به صورت شخص مقیم؟ وقتی که سفر میکنن، اگر این فرد مثلا یعنی الان مقیم کشور خارجی هست، فرض کنیم که آلمان هست، یعنی افغانستان را به صورت کلی ترک کرده و اگر بگوید که من کجایی هستم، نمیگوید که من مثلا افغانی هستم یا افغانستانی هستم، یا مثلا میگه من مال فلان شهر هستم، من اهل کابل هستم، چون که این کابل را به طور مثال به صورت همیشگی ترک کرده، یعنی به عنوان وطنش فعلا شمرده نمیشود و وطن اصلیش فعلا اون کشوری هست که ساکن اون کشور هست. وقتی که میرود سفر به اون شهری که زادگاهش هست که الان ترکش کرده به صورت کلی، در این صورت مسافر هست.
در این صورت مسافر است. منتها تعداد ایام در این زمینه مشخصه. اگر رفت برای 3-4 روزی برگشت، در این صورت مسافر هست، ولو این که شهر رو در واقع ترک کرده باشه. در صورتی که شهر رو، یعنی کابل رو، افغانستان رو به صورت کلی برای همیشه ترک کرده باشه که میگه شهر اصلی من نیست، این یک صورت. اما اگر میداند که شهر اصلی من افغانستان هست، کابل هست مثلا، الان برای یک چند موقتا رفته یک کشور دیگر زندگی میکند، الان میخواد که بر بگردد به شهر اصلیش، این وطن اصلیش همچنان افغانستان یا شهر مثلا کابل هست. الان وقتی که باز میگردد در هر صورت مقیم هست، در هر صورت مقیم هست، زیرا که به وطن اصلیش بازگشته، که مقیم اصلیشون، اصل اقامتشون در خود شهرشون هست، شهر رو به صورت کلی ترک نکرده. تفاوتی نداره که 3 روز بنشیند یا 1 ماه کامل در اونجا بنشیند. اگر این گونه هست که شما هنوز خودتون را تابع اون شهر میدونید، مثلا اهل کابل میدونید و در کابل فرض کنیم که خونه دارید، زندگی دارید و احتمال داره یک روز دوباره در اونجا بازگردید، به صورت کلی کابل را ترک نکردید، وقتی که به کابل میروید شما مقیم هستید، شما مقیم هستید. تفاوتی نداره که 3 روز بمانید یا بیشتر بمانید، 1 ماه بمانید یا 3 روز بمانید، در هر دو صورت شما به وطن اصلی خودتون بازگشتید، پس بنابراین مقیم هستید. صورت دوم این که شما افغانستان را به صورت کلی و برای همیشه ترک کردید، این احتمال نداره که شما دوباره بازگردید به اون شهر و در اون شهر خودتون برید زندگی بکنید. الان هر چی به طور مثال انجام داشتید همه را فروختید و خودتون را منتسب به اون شهر رو نمیدونید. در این صورت حکم بقیه جاهای دنیا هست. وقتی شما به اونجا بروید، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اگر کمتر از 2 هفته موندید شما مسافر هستید و اگر بیشتر از 2 هفته شد، در این صورت شما مقیم شمرده میشوید. یعنی در هر صورت، چه شما خود را اهل افغانستان بدانید یا اهل افغانستان ندانید، یا شما افغانستان را برای همیشه ترک کرده باشید یا ترک نکرده باشید، وقتی که شما برای 1 ماه میروید افغانستان و در یک شهر سکونت میکنید، شما مقیم آن شهر شمرده میشید و نماز رو باید کامل بخونید. جزاکم الله خیر. بیانه بعدی پرسیدن، گفتن که خیلی دوست دارن که نمازشون را سر وقت بخونن، ولی گفتن نمیتونم، یه روز میخونم یه روز نمیخونم، چیکار کنم تا نمازهام را سر وقت بخونم؟ از نظر تجربی عبادت میاره و گناه میاره. این عبادتی رو وقتی که انسان انجام میده، این مقدمی هست برای عبادت بعدی، و وقتی که انسان یک گناهی رو انجام میدهد، این مقدمی هست برای گناه بعدی. هر مقدار که انسان بیشتر آلوده به گناه باشد، امکان پایبندیش یا شانس توبهش کمتر هست، زیرا که هر چند که شما با گناه خوب بگیرید، عادت بکنید، دیگه کم کم توبه را، استغفار را فراموش میکنید و عادت میکنید در واقع به گناه و شانس توبه شما کمتر میشود. در بعد انجام عبادات شرعی هم این گونه هست. هر چند که شما یک عبادتی رو ترک بکنید، ترک نماز، امروز شما نماز مغرب رو ترک کردید، این زمینه سازی هست برای ترک نماز عشایتون. نماز عشا رو ترک کردید، این زمینه ساز میشود برای ترک نماز بعدی. یعنی این که انجام عبادات در واقع به هر مقداری که شما سعی بکنید بر خودتون فشار بیاورید، بیشتر پایبند نماز باشید، نماز برای شما راحت تر هست، بهتر میتوانید که نماز بخوانید. اما این که شما امروز نماز خوندید، تا مثلا یک روز دیگر نماز نمیخوندید، نماز روز بعد برای شما خیلی سنگین است. اون بحث گناهش که شما ترک واجب شرعی رو انجام دادید، اون به جای خود که گناهی هست و به هیچ عنوان انسان نباید نماز رو ترک بکنه. نماز یک عبادتی هست که در هیچ حالی ساقط نمیشه از انسان، نه در حالت صحت، نه در حالت بیماری، نه در حالت سفر، نه حضر، نه در حالت صلح و نه در حالت جنگ. در هر حالت انسان باید نماز خودش رو کاملا بخواند و جز برترین و بالاترین حکم شرعی در این زمینه هست. اون یک بحث کاملا جداگانه هست. اما از نظر تجربی من این رو عرض میکنم که میگن من چیکار بکنم که پایبند نماز باشم. این که شما خودتون رو برای چند روزی حداقل خودتون رو سخت بگیر، یعنی مشقت بلند شدن از خواب را، مشقت رفتن به مسجد را شما تحمل بکن. دفعه های بعدی، روزهای بعدی برای شما ساده تر خواهد بود، یعنی شما بیشتر با عبادت انس میگیرید و خود این عبادت یک برکتی رو دارد که به شما توفیق عبادت دیگری رو الله
الله متعال عنایت میکنه. و از جنبه نظری و از جنبه عقلی شما نگاه بکنید که شما با ترک نماز چه گناه بسیار بزرگی رو انجام دادید. کسی که گناهی نماز رو ترک میکند در روایات از رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو قرین شرک و کفر در واقع بیان کردن، یعنی ترک نماز سبب کفر انسان میشه. از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. هر کسی که نماز رو ترک بکند کافر شده. شما ببینید شما با ترک نماز در واقع خودتون رو در خطر شرک قرار دادید و اگر در این حالت شما از دنیا بروید، یعنی این که یک گناه بسیار بزرگی رو در واقع انجام دادید. بنابر فتوای بسیار از علما که انسانی که نماز رو ترک میکند تارک نماز هست که بنابر این روایتی که عرض کردم کافر شمرده میشود، زنش طلاق میشود و نماز جنازه بر اون خونده میشود، نباید خونده بشود و بقیه احکامی که در این زمینه وجود داره. یعنی برای این که شما پایبند نماز باشید، هم اون فضایل نماز رو مد نظر داشته باشید و هم عظمت ترک این عبادت رو و گناهش رو شما مد نظر داشته باشید. تمام اینها در واقع تشویق کننده هست. و مورد دیگری که در این زمینه بسیار مهم هست این است که شما این ابزاری رو که شما رو تشویق میکند برای نماز خوندن، اینها رو همیشه باید آماده داشته باشید. ساعتتون تنظیم باشه روی وقت نماز، موبایلتون تنظیم باشه روی وقت نماز، برنامه اذان و نمازی رو دانلود بکنید که همیشه به شما تذکر بده. سعی بکنید که با اهل نماز رفت و آمد بکنید. اگر تمام دوستان شما کسانی هستند هیچ کدومشون نماز نمیخونن، طبیعی هست که شما ولو اینکه خیلی هم نماز خوان باشید، به رفته و به مرور زمان شما متاثر بشوید و نمازتون ترک بشه. پس بنابراین اگر دوستانتون سبب ترک نماز هستن، دوستانتون رو عوض بکن، رفت آمد با چنین دوستان رو در واقع قطع بکن. با کسانی دوست و آشنا باش که اهل نماز هستند و رفت آمد میکنند به مسجد، تا اینکه الله متعال به شما هم توفیق بده که اهل نماز باشی. گذشته از این انسان صادق باشه، در دعا بکنه از الله متعال توفیق بخواهد، قطعا الله متعال توفیق عبادت و مواظبت بر نماز رو نصیب خواهد کرد. جزاکم الله خیر. نزدیک به 5 دقیقه دیگه وقت باقی است. بیننده گفتن که خاله و شوهر خالهشون به نام بعضی مشکلات از هم جدا شدن. 1 سال جدایشون میگذشت و هنگام جدا شدن شوهرشون فقط 1 بار گفته که طلاقی. بعد از 1 سال دوباره میخوان با هم زندگی کنن. بعضیا میگوین که نمیشه و باید حلاله صورت بگیرد و غیره. حالا جواب شما بزرگواران گفتن طبق آیه کلام خدا و رسول چیه؟ از نظر شرعی ایشون گفتند که از هم جدا شدند، یعنی با 1 مرتبه طلاق گفتن. الان بر اساس حرفیشون شوهر خالهشون 1 مرتبه به زنش گفته که طلاق هستی و از هم دیگر جدا شدن و الان گفتند که 2 سال گذشته. 1 سال 1 سال یا 2 سال گذشته. طلاق خودش 3 مرحله داره. طلاق 3 مرحله داره که مرحله به مرحله باید اجرا بشه. یعنی اگر کسی میخواد که طبق سنت طلاق بده، یعنی طلاقی که مشروع هست، طلاقی که اسلامی هست، طلاقی که در شریعت اسلامی وجود داره، باید 3 مرحله باشه. یعنی 3 طلاق هست: طلاق اول، دوم و سوم. و طلاق رو باید در حالت طهر بدهد، در حالت پاکی که در اون پاکی بازن همبستری نکرده باشه. تمام اینها یک سری تدابیری هست که شریعت اسلامی اینها رو مد نظر قرار داده تا اینکه طلاقی صورت نگیرد. و اگر طلاقی صورت میگیرد بر اساس نیاز مبرم باشه. یعنی وقتی که یک شوهری در عادت ماهیانه با زنش نزدیکی قطعا که نداشته و اصل بر این هست و در این طهر و پاکی که هم که الان هست و چه بسا که زن و شوهر هر دوتا نیاز جنسی داشته باشند به هم دیگر، باز هم شوهر صرف نظر میکند و نزدیکی نمیکند و زنش رو در این طهر طلاق میدهد، معنیش این است که حتما در واقع به اصطلاح نیاز شدیدی برای طلاق وجود داره که مشکل خیلی جدی هست که نمیتونن با هم دیگر زندگی بکنند. پس بنابراین در طهر طلاق بده، در طهری که با هم دیگر همبستری نداشته باشند طلاق بده و 1 طلاقی بده. الان اگر این 1 طلاق رو داد تا 3 ماهش یا 3 عادت ماهیانه، این زن در عده طلاق هست. این زن در عده طلاق هست. اگر در طول این 3 ماه این شوهر گفت که من طلاق ندادم یا من پشیمانم که طلاق دادم یا اینکه من طلاق دادم الان رجوع میکنم، این دوباره زن من هست، دوباره زن من هست. اگر به زبان هم نگفته باشه، عملا رفته باشه، یعنی پیش زنش
عملا رفته باشه پیش خانمش، با اون همبستری کرده باشه، اون رو حتی بوسیده باشه، این به معنی رجوع هست. این خودش به معنی رجوع هست. در طول این 3 ماه، در طول این 3 ماه اگر شوهر با زبان گفت که من پشیمانم که زنم رو طلاق دادم، الان زن دوباره زن من هست، یا من رجوع کردم، یا عملا برود پیش خانمش و کارهایی رو که زن و شوهر انجام میدن انجام بدهد، این به معنی رجوع شمرده میشد. و یک اشتباهی رو که معمولا در اینجا خانم ها انجام میدهند این است که به محض این که شوهر میگه که برو تو طلاقی، با یک طلاق وقتی شوهر میگه خونه رو ترک میکنند و میروند، به معنی این که شما الان راه بازگشت رو بستید. وقتی که شوهر 1 طلاق داد یا 2 طلاق داد، این زن باید اونجا بنشیند، نباید از خونه خارج بشود، بلکه برعکس اخلاق خودش رو یعنی تجدید نظر بکنه، بیشتر خدمتگزاری بکنه تا به یک صورتی دل این مرد رو کسب بکند، بیشتر خودش رو آرایش بکنه و اون موردی رو که سبب شده که به اصطلاح طلاقش بده سعی بکنه که موارد رو بیشتر مراعات بکنه. الان این زن و شوهر اگر در طول این 3 ماه این مرد گفته باشه که فلانی زن من هست، یا عملا یک به اصطلاح با همدیگر نزدیکی داشته باشند، این به معنی رجوع هست، یعنی همچنان زن و شوهر همدیگر باقی میمانند. اما در صورتی که شوهر زنش را گفته باشد طلاقی، 1 مرتبه گفته باشه طلاقه و تا 3 ماه رجوع نکرد، الان به قول ایشان 1 سال گذشته یا 2 سال گذشته، الان حکمش چی هست؟ الان این هست که این زن و شوهر اگر بخواهند که دوباره با همدیگر بازگردند، میتوانند که دوباره با همدیگر ازدواج بکنند، میتوانند که با هم دیگر دوباره ازدواج بکنند. اگر طلاق اول بوده، اگر طلاق دوم بوده، بعد از 1 سال از این که زن رو 1 طلاق داده یا 2 طلاق داده، بعد از 10 سال، بعد از هر مدتی اگر بخوان دوباره ازدواج بکنند، از نظر شرعی میتوانند با هم دیگر ازدواج بکنند، با یک مهر جدید، با یک عقد جدید دوباره زن و شوهر هم دیگر میشن، هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره. اما اگر طلاق سوم را داد، یعنی کسی زنش رو 3 طلاقه کرده، در این صورت هست که نمیتوانند دوباره با هم دیگر ازدواج بکنند، مگر در صورتی که این زن برود با یک مرد دیگر ازدواج بکنند، مرد دوم احیانا طلاقش بدهد یا این که به اصطلاح فوت بکند، در اون صورت میتونه دوباره با شوهر قبلیش ازدواج بکنند. اما در صورت اول که طلاق اول بوده یا طلاق دوم بوده، نیازی نیست که زن با یک مرد دیگر ازدواج بکند، بدون ازدواج با مرد دیگر میتواند که به شوهر قبلیش بازگرده، دوباره با هم دیگر ازدواج بکنند، یک ازدواج مجددی صورت میگیرد. و بحث حلال کردن از نظر شرعی یک بحث در واقع ناجایز هست، یعنی ازدواج به نیت حلال کردن یا حلال شدن زن برای شوهر اولیش، این از نظر شرعی حرام و ناجایز هست. این که با شوهر دیگری ازدواج بکند یعنی اتفاقی ازدواج بکند، رفته با یک شوهر دیگر ازدواج کرده به قصد زندگی کردن و اتفاقا شوهر دوم ازش خوشش نیومده، یه طلاقش داده، یه شوهرش مرده باشه، در این صورت میتواند که با شوهر اول ازدواج بکند. اما ازدواج کردن با یک زن به نیت حلال کردن، با این عمل حلال نمی شود با شوهر اولش. این نکاح یک نکاح کاملا باطل و نادرستی هست. جزاک خیر. بیننده هم پرسیدن از شهر اسلو پایتخت کشور نروژ که در مسجد و رخ میده که شخصی نماز سنت میخواند و بعضی افراد میگن به او اقتدا میکنن بدون اینکه بفهمه امام سنت میخونه یا فرض. این درسته یا نه؟ بله، از نظر شرعی اقتدای مفترض پشت سر کسی که کسی که نماز فرض داره، اقتدا کردنش بر کسی که نمازش سنت است از نظر شرعی اشکال نداره. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این اتفاق میفته. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه در مسجد رسول الله نماز رو میخوندن، نماز مغرب یا عشا رو که فرض شمرده میشد پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعدش میرفتن در محله خودشون دوباره امام میشدن و مردم پشت سرش نماز میخوندن، اقتدا میکردن. این از نظر شرعی اشکال نداره که امام نمازش سنت باشه، مقتدی نمازش فرض باشه، یا این که امام نمازش فرض باشه، مقتدی نمازش سنت باشه. هر دوتا عملا از سنت، از عمل اصحاب رسول الله و از اطلاع رسول الله صلی الله علیه وسلم و تقریر رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت از اشکال شرعی نداره. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري، فهنا علم
في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر